درباره کی خواندن قضای نمازها در حتی فقه مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دو قول است که مشهورش، یعنی دو قول است. مشهورش این است که در سه وقتی کراهیت نمیخوانید، در سه حالتی که نماز مکروه است، نمازهای نافله، اون هم بعد از بامداد رو خوندن تا کاملا آفتاب برآمدن، پیش و پیشین 10-15 دقیقه، و بعد از نماز عصر تا وقت شام. این سه وقتی کراهیت هست. حدیث عبدالله بن عباس است که در این وقتا میگن قضا رو نخونید. اما بعضی از علما هم هستن در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه که میگن نه، قضا فرض گردنت هست، در همه این حالت ها خواندن میتوانی، که قول جمهور علما هم این است. یعنی بقیه تمام علمای مذاهب اهل سنت میگویند قضای نمازها یگان وقتی کراهیت ندارد. تو باید در همه حالت قضایت رو هر چه زودتر تمام کنی، و تو اگر حتی در وقت نو آفتاب برآمدن نماز قضا بخونی هم، یا بعد از تا شام هم چند قضا بخونی، گناهکار نمیشوی. و عزیزان این مسئله خیلی وسیع است. یعنی شما اگر در همین سه حالت کراهیت تی وقت من قضا نمیخوانم گفتید، بوک ندارد، یکی خواندید هم بوک ندارد. مسئله فقه تا جایی نیست که خیلی گناهکار شوید. ان شاء الله بوک ندارد. با کدام قول بروید هم که در اینجا مسئله خیلی وسیع است و خیلی گفتم در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم حتی علما در این مسئله به دو گروه تقسیم شدن. اما طرز چخیل خواندنش اگر همین روزه نماز قضا داشته باشه، سنتش رو هم خوانید بهتر است، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت پیشین همون روزه رو که به خاطر گروهی که مهمان آمده بود با عرض اسلام نخوانده بودن، بعد از عصر خوانده بودن که حدیث در صحیح هست، اما چندین ساله رو سنت‌هایش رو نمیخونید. یا همین روزه رو هم اگر قضا کرده سنتش رو نخونید هم گناهکار نمیشوید، مثل فرض که نیست. چندین ساله قضاهای گذشته رو فقط فرضش رو میخونید، فقط 2 رکعت فرض بامداد، 4 رکعت فرض پیشین، 4 رکعت فرض عصر، 3 رکعت فرض شام، 4 رکعت فرض خفته، فقط فرضهایش رو میخونید. ویتر در مسئله ویتر در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن ویتر رو هم خونید که ویتر نزدیک به فرض است. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه ویتر رو خوندید خوب است، اما یکی نخوندید هم ان چون در نزد دیگر علما سنت مؤکد است، ان بوک ندارد. مهم شما سنت ها رو نمیخونید. و بعضی از خواهران هستن که میگوین من قضای 20 ساله دارم، 10 ساله دارم. عزیزان، و اینها لکبیره الا علی الخاشعین میگه الله درباره نماز. آدمایی که وقتی محبت الله، ترس از الله در قلبتان هست، که مؤمن باید هم ترس داشته باشد، هم محبت داشته باشد، امید داشته باشد، ان در خواندن قضاهای نماز اصلا شما تنبلی نمیکنید. خود پروردگار کمکتان میکند و برعکس هم قلبتان آرام میشود. و هم خیلی که انسان در گردنش قرض از یک انسان پول زیاد قرض دارد، خیلی وزمینی میکشد، باری گران گویا در بالای سرش هست، با خواندن قضاها هم آرامش و هم سبکی می آید. و برای 2 رکعت نماز شاید 2 دقیقه بعضن وقتتون رود، شاید برای 4 رکعت بعضن اگر یکم تیز قضا رو خوانید 3 دقیقه وقتتون رود. انشالله با در یک روز 3 روزه قضا رو هم انسان میتواند بخواند، هم برکتی عمرش هست، هم خیلی گفتم قرض های در گردنش بوده خلاص می شود. در